میگن تو دل مازندران یه تپه هست که فقط خاک و سنگ نیست، زنده است. اسمش گوهر تپه است. یکی از قدیمی‌ترین و مرموزترین محوطه‌های باستانی ایران نزدیک به بهشهر. 5000 ساله که اینجا ایستاده، ولی هنوز خیلی چیزاش کشف نشده. هر بار خاک رو میکنن چیز جدیدی از دلش بیرون میاد. انگار خودش انتخاب میکنه چی رو نشون بده. در خاطرات جمعی محل مردم گفته میشه شبها از دل تپه صدا میاد. نورهایی دیده میشه که هیچ توضیحی براش نیست. بعضینا باور دارن اون زیر یه دفینه است. بعضی دیگه میگن چیزیه که بهتر بیدار نشه. گوهر تپه فقط یه تپه باستانی نیست، یه رازه. رازی که هنوز خیلیا جرئت نمیکنن بهش نزدیک بشن. اگه از داستانهای ترسناک مازندران خوشت میاد، صفمون رو دنبال کن.